هنر دوستای عزیزم، سلام. امروز اومدم با آموزش یه فرشته زیبا با استفاده از لوله دستمال کاغذی. ابتدا لوله دستمال رو با استفاده از قیچی از وسط نصف میکنم، به صورت قریب میپیچونم تا شبیه یه قیف بشه. بعد سه کنج گوشه رو با چسب حرارتی محکم فیکس میکنم. حالا انتهای کار یه اضافه‌ای هست، اون رو با قیچی اصلاح میکنم به صورتی که وقتی قیف رو وارونه میکنم به راحتی روی یه سطح صاف قرار بگیره. حالا با کمک یه تیکه مقوای دیگه یه دایره به قطر زیر کارم طراحی میکنم و اون رو با کمک قیچی جداش میکنم. توجه داشته باشین اگه اندازه ها رو دقیق و تمیز به دست بیارین کار ما خیلی راحت تره. انتهای قیف رو چسب حرارتی میزنم و مقوای رو که گرد بریدم به انتهای کارم فیکس میکنم. تا این مرحله که کارمون خیلی راحت بود بچه‌ها دقت کنین، واقعا یه کار ساده در عین حال نتیجه خیلی خوب میده. یه کانوا به هر رنگی که دوست داشتیم و میخواستیم فرشته‌تون در نهایت اون رنگ باشه. من رنگ صورتی رو انتخاب کردم. کانوا رو دور تا دور قیفمون به صورت ردیفی مارپیچ میپیچونم. فقط توجه داشته باشین که هر از گاهی یه مقدار چسب بزنید که این نخ کاملا روی سطح کار ما فیکس شه. کمی دقت و حوصله میخواد و خیلی کار ساده هست. تا انتهای کارم رو همینطور نخ میپیچم و پوششش میدم با کانوا. دوستای عزیزم، برای ضبط این آموزش ها زحمت زیادی کشیده میشه. ممنون میشم که حمایتم کنید و نظراتتون رو حتما توی کامنت برام بنویسید. بهم بگین که آموزش ها چطور و چی باشه تا بتونین استفاده بهتری داشته باشید. حالا همونطور که دارین میبینین توی تصویر نخها رو خیلی مرتب و تمیز دور قیف پیچیدم و وقتی که به انتهای کار میرسید با چسب حرارتی حتما اون نخ رو کامل محکم کنید و برای قسمت زیر کارمون هم به همون صورتی که بالای قیف رو نخ پیچیدیم برای زیر کارم باز هم به همون شکل به صورت ردیفی و مارپیچ نخ رو میپیچیم و پوشش میدیم سطحمون رو. منتها زیر کار رو یکم با دقت بهتری انجام بدیم چون میخوایم خیلی کارمون تمیز در بیاد. بچه ها ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که با کانوای ضخیم‌تر هم میشه انجام داد. بله، ولی کانوای ظریف نتیجه خیلی بهتر و تمیزتری بهمون میده. انتهای کارمونم کاملا فیکس میکنیم، اضافه نخ و قیچی میکنیم و حالا به یک تکه روبان نیاز داریم، یک تکه روبان پهن. من باز هم از رنگ صورتی استفاده کردم. همونطور که توی تصویر میبینید روبان رو به دو قسمت تقسیم میکنم و انتهای هر کدوم چسب حرارتی میزنم. یه چین ریز میدم، چسب میزنم و این میخواد به عنوان بال فرشته ما استفاده بشه. تمیز کارشم انجام میدم. تکه دوم رو هم مثل همون تکه اول با یه چین خیلی قشنگ تو وسط کار فیکس میکنم. حالا یه مقدار تور صورتی رنگ رو که
ارتفاعش با ارتفاع قیفم یکی باشه برش میزنم و بالای کار رو چین سوزنی ریز میدم. توجه داشته باشین که اندازه طول این تور میتونه 15 تا 25 سانت باشه. بستگی داره که بخواین چقدر تور لباستون چین بخوره و پف کنه. اون رو بالای قیفمون ثابت میکنیم. چند تا بست میزنم، کاملا محکمش میکنم، چین ها رو میزون میکنم و اون رو تو سر جای خودش ثابت میکنم. انتهای کار رو با بست محکم میکنم و نخ اضافه رو قیچی میکنم. حالا یه قسمت باز داریم پایین تور، اونو با یه کمی چسب به قسمت روبروش فیکس میکنم. چینا رو میزون میکنم و حالا نوبت اینه که بالهای فرشته رو به بدن وصل کنم. 2 تا روبانی رو که چین داده بودم آماده بود چسب میزنم و قسمت پشت کار هم میچسبونم، میزونشون میکنم حسابی که هر 2 تا روبروی هم قرار بگیره. حالا یک گوی چوبی رو برمیدارم و برای سر عروسک میخوام ازش استفاده کنم. کاموای صورتی رو که داشتم میارم و اونو دور یه تیکه مقوا حدوداً 30 تا 40 دور میپیچم و میخوام موهای عروسک رو با این روش ساده آماده کنم. بعد از اینکه تعداد دورهایی که گفتم رو پیچیدیم، نخ رو قیچی میکنیم. با استفاده از یه تکه نخ دیگه قسمت بالای موها رو محکم میبندم و اون رو از روی مقوا جدا کنید، پایینش رو قیچی کنید، موها رو یه کمی مرتب میکنم و با استفاده از چسب حرارتی روی گوی چوبی میچسبونم. امیدوارم تا اینجای آموزش مفید باشه و اگه سوالی داشتین حتما ازم بپرسید. خب بچه ها، پشت کار رو هم کاملا با چسب به موها میچسبونم، موها رو صاف میکنم و اضافه هاشو با قیچی میزون میکنم. حالا سر عروسکم آماده است، اما قبلش باید دست ها رو آماده کنم. برای دست عروسک از یه مقدار قیتون ضخیم یا بندهایی که برای سویشرت استفاده میشه کمک میگیرم. وسطش رو یه گره میزنم و 2 طرف کار رو پشت گردن عروسک ثابت میکنم. حالا چسب میزنم تقریبا زیاد که سر کاملا روی بدن محکم بشه و تور لباس رو آروم با سر انگشتم دور تا دور گردن محکم میکنم. یه تیکه نوار قریب صورتی انتخاب میکنم و 2 طرف لبه ها رو به هم با کمک چسب میچسبونم تا نوارم خیلی باریکتر و تمیزتر در بیاد. حالا دور گردن عروسک اون رو میچسبونم. این کار هم کارم رو تمیز میکنه، هم محکم میکنه، سر رو به بدن بهتر میچسبونه. از پشت کار اضافاتش رو قیچی میکنم. بچه دقت کنین کل مراحل کار رو خیلی با دقت و ظریف انجام بدین، با حوصله. در نهایت خروجی کارتون خیلی تمیز در میاد. هیچ عجلی توی کار نداشته باشید. حالا نوبت آرایش موها هست. بغل‌های مو رو کمی پیچ بدین و یک نخ رو از لای موها جدا کنید. طرف مقابلم همینطور. این 2 تا نخی رو که دارین از پشت سر به هم گره بزنین و موها رو مرتب کنید.
لباس عروسک من مرتب میکنم. اگه جایی نیاز به چسب کاری داشت دوباره چسب میزنم و میرم تا موهای عروسک رو تزیین کنم. برای تزیین موهای عروسک من از یه گل کاغذی کوچیک استفاده کردم. این گل ها به صورت آماده تو خرازی ها هست، میتونین تهیه کنین در رنگ های مختلف. با کمک مروارید، منجوق یا ملیله میتونین روی گل رو تزیین کنین. من از رنگ سفید و صورتی استفاده کردم تا به لباس عروسکم بیاد. بچه‌ها چسب حرارتی خیلی داغه و مرواریدهای کوچیک رو وقتی میخواین روش بچسبونین ممکنه دستتون آسیب ببینه. میتونین مثل من از یه سوزن استفاده کنین و خیلی راحت با کمک سوزن اونو روی چسب داغ قرار بدین. برای چشم از ماژیک سیدی استفاده کنید. اول 2 نقطه ریز و بعد اونها رو کمی پررنگ کنید. با یک قلمو و کمی رژ گونه ها و پیشونی عروسک رو کمی صورتی کنید. حالا کمی کاموا رو دور 2 انگشتم میپیچم. خیلی حجیم نباشه، حدوداً 10 دور کافیه. بالاشو محکم فیکس میکنم. انتهای کار رو میزون کنید، قیچی کنید و به عنوان چتری برای عروسک بچسبونید با کمک همون چسب حرارتی. و بعد از اینکه روی صورت عروسک نصبش کردیم بازم میزونش کنید، اضافه هاشو قیچی کنید. امیدوارم که از آموزش امروزمون لذت برده باشید و ممنون میشم که با حمایتاتون انگیزه بهم بدین تا آموزش های بیشتری براتون ضبط کنم. خیلی دوستتون دارم.